اسمار در ترکیب 442 از بیفوما کنار علیپور استفاده کرده بود، ولی از بیفوما می‌خواست تا هنگام بازیسازی به خط هافبک نزدیک بشه و سیستم پرسپولیس حالت 4-2-3-1 پیدا می‌کرد. بارها این الگو در بازی پرسپولیس تکرار شد، ولی قبلا هم گفتیم بیفوما توی پاس‌های رو به عقب ضعف داره. البته اینجا یه پاس فانتزی به محمدی میده، ولی خب نمیشه همیشه روی پاس‌های بیفوما توی شلوغی حساب کرد. در فوتبال به این دو فضایی که توی تصویر می‌بینیم نیم فضا یا هاف اسپیس میگن. اسمار از عمری و اورونوف می‌خواست که در نیم فضا قرار بگیرن و خط رو برای نفوذ مدافعای کنار آزاد بذارن. توی این صحنه اورونوف و عمری که دو هافبک کناری پرسپولیس هستن ببینیم که تا چه اندازه به هم نزدیک شده. یا توی این صحنه که اورونوف کامل به این سمت زمین اومده و علیپور آزاد میشه تا پاس بگیره و یه موقعیت خیلی خوب برای پرسپولیس شکل میگیره. نزدیک بازی کردن بازیکنای با پروفایل‌های کاملا تهاجمی به همدیگه کمک میکنه تا گزینه‌های هر کدوم از این بازیکنان واسه تصمیم گیری بیشتر بشه. این مثال رو فقط واسه رسوندن بهتر منظورم میزنم. رئال مادرید با خوزه مورینیو همچین فوتبالی رو بازی میکرد. بازیکنای هجومی کنار هم و نزدیک به محوطه جریمه حریف بازی میکردن و این نزدیک بودن کلی گزینه برای تصمیم گیری به بازیکنان رئال میداد که شوت‌های راه دور هم یکی از اونها بود. مارسلو هم همیشه توی حملات تیم شرکت میکرد. به پرسپولیس برگردیم. گل سوم پرسپولیس هم به همین صورت به ثمر رسید. مهاجمایی که نزدیک به هم کارهای ترکیبی انجام میدن. قدیم به این مدل گل‌های مدرسه‌ای میگفتن. اسمار از سروش و باکیچ نمیخواست خیلی به عقب برگردن. اون نفری که بین دو مدافع مرکزی پرسپولیس قرار میگرفت و به تیم در بازیسازی کمک میکرد پیام نیازمند بود. اسمار از باکیچ و سروش میخواست تا بالا بازی کنن. شاید بپرسید اگه مدافعین پرس میشدن چه تصمیمی گرفته میشد. توی این موقعیت‌ها بازی مستقیم برای علیپور که توی دوئل‌های هوایی جزو مهاجمای قدرتمند لیگمون هست انجام میشد و تمرکز مابقی تیم هم روی توپ‌های سوم میموند. پرسپولیسیا وقتی توپ رو از دست میدادن خیلی سریع ریکاوری میکردن و به عقب برمیگشتن. این صحنه خیلی آموزشیه. پرسپولیس به عقب برگشته و توپ در اختیار استقلال خوزستانه. اسمار از علیپور میخواد کنار مدافع مرکزی استقلال بمونه تا حریف مجبور بشه رو به جلو بازی کنه و نتونه توپ رو به عقب زمین خودش برگردونه. بازپسگیری توپ و انتقال اون به سمت مخالف یه موقعیت خیلی خوب برای پرسپولیس به وجود آورد. تیم اسمار بعد از توپگیری تو نیمه خودی سریعا به حریف زده حمله میزنه. بیفوما اون بازیکنیه که سرعت و قدرت حمله توپ رو به خوبی در اختیار داره. خیلی‌ها میگن پرسپولیس مقابل تیم بحران زده استقلال خوزستان این نمایش رو به اجرا گذاشت. شما هم نظرتون رو با من در کامنت‌ها به اشتراک بگذارید. مرسی.